حاضرین گرامی، این لحظه هم صحبت ما هستند موسیقی شناس، دکتر علم‌های صنعت شناسی، پروفسور، عضو اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان، استاد اصل‌الدین نظاموف. خب استاد عزیز، می گفتید که نوروز بین المللی را آیا می توان با موسیقی انعکاس کرد؟ بله، البته نوروز خودش رمزی خرسندی، رمزی فرح و رمز شادی مردم است که همیشه در تمام ترانه‌های خلقی که زیاده از 35,000 عدد سرودهای نوروزی در خزینه اکادمی ملی علم‌ها محفوظ است، همه آنها در وصف نوروز هستند. یعنی مردم ما همه احساسات شیرین خود را توسط سرود، توسط ربایی، توسط موسیقی بیان می‌کردند و گفتم ممکن است که موسیقی تاجیکی یکی از افاده‌گری خیلی هم شیرین نوروز است.